هفته پیش رو با 1.5% ضرر بستم و دوشنبه رو با 1.5% ضرر شروع کردم. این هفته به خاطر اخبار زیادی که داشتیم هفته خیلی سختی بود و به نظرم هفته بود که کلی درس و نکته داشت. بریم با هم این هفته رو بررسی کنیم. درود عرض ادب به چنل بامبو تریدر خوش آمدید. همونطور که اطلاع دارید این هفته کلی خبر داشتیم و تقریبا میشه گفت مارکت تحلیل پذیری خودش رو تا حدودی از دست داده بود به خاطر این اخبار و نه فقط من، خیلی های دیگه این هفته به نظرشون هفته خیلی سختی بود. نکته تکنیکال زیادی این هفته دستگیرم نشد، ولی یه نکته روانشناسی خیلی خوب متوجه شدم که آخر ویدیو خدمتتون میگم. به نظرم یکی از شاه کلیدهای ساخت استراتژی و رعایت استراتژی همینه. خب بریم با هم دیگه این هفته رو بررسی کنیم و معاملاتمون رو چک کنیم. روز دوشنبه همونطور که میبینید من 2 محدوده داشتم از پایین. این 2 محدوده من یه دونه ترید اینجا زدم، نرسیده به محدوده. به خاطر این محدوده‌ای که من اینجا داشتم وارد این پوزیشن شدم. استاپش خیلی کوچیک بود، بذارید زوم کنم بهتون دقیق‌تر نشون بدم. بله، استاپش خیلی 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 کوچیک بود و من ریسک کردم وارد معامله شدم. استاپش 9 پیپ بود روی داو جونز و استاپ خیلی کوچیکی داشت. منم وارد شدم و استاپیه که بالاخره خوردم و یه ورود دیگه اینجا داشتم، استاپ این زیر، اینم مجدد استاپ خورد که مهم نیست. این ورودی بود که نباید به نظر خودم میزدم ولی زدم. این یکی ورودی که این پایین داشتم، این محدوده‌ای که اینجا داشتم، فکر میکنم همین جا بود که یه ورودی زدم، استاپ این زیر و تارگت هم تی پی 3 حداقل، یعنی اینجا. بله و اینم استاپ خورد. ورود بعدی که داشتم اینجا بود با یک مقدار فاصله و تیپی که میخواستم اینجا بود. اینجا بعد از خوردن این 3 استاپ حساب تقریبا 2.6% وارد ضرر شد که نسبتا ضرر زیادیه با این مقدار ریسکی که من دارم، ولی خب از اونجایی که به استراتژی ایمان دارم زیاد برام مهم نبود و این تیپی رو گذاشتم و دیگه دست به هیچی نزدم. منتظر موندم تا تیپی شه. قیمت به سمت بالا حرکت کرد و چند باری هم به سمت پایین حرکت کرد، ولی بالاخره اومد به سمت بالا و فکر میکنم که بذارید، بله، من اینجاها بذارید 1 دقیقه رو بهتون نشون بدم. اینجا که قیمت به سمت پایین حرکت کرد من یه مقدار ترسیدم و بستم ترید رو، هرچند من به جای تی پی 3 خودتون در جریانید که من باید تی پی 3 ترید رو ببندم، من اینجا تی پی 6 ترید رو بستم و تقریبا نصف بیشتر ضرر من جبران شد. اینجا وقتی این ترید بسته شد من 1% تو ضرر بودم. بعد از این اتفاق قیمت به سمت بالا حرکت کرد. من اینجا ترید رو بستم و اومد به سمت پایین و من بعد از اینکه قیمت به سمت پایین حرکت کرد یه دونه ترید بای گرفتم و تی پی 3 خارج شدم. اینجا خارج شدم، فکر میکنم همینجا باشه. بله و بعد از این دیگه من ترید نکردم. اینجا حساب سر به سر بود و دیگه هیچ تریدی نداشتم. بذارید بریم روی متا بهتون بقیه‌اش هم نشون بدم که آینده چارت. بعد
اینجا میبینید که من دو تا استاپ اینجا خوردم، یه دونه بالا یه دونه این پایین، یه دونه دیگه اینجا خوردم و یه دونه اینجا وارد این پوزیشن شدم. اینجا بایی که گرفتم رو بهتون نشون دادم. البته این سل رو فراموش کردم بهتون نشون بدم. آره سل رو فراموش کردم بهتون نشون بدم. یه دونم اینجا سل گرفته بودم و اینم اینجا بستم. چرا رنگش اینجوری شد؟ خب یه دونم سل اینجا گرفتم و اینجا حساب سر به سر شد. بعد اینم که گرفتم حساب رو وارد 1% سود کرد، یعنی اینجا حساب 1% توی سود بود. و روز سه‌شنبه روز خیلی خوبی بود، واقعا روز خوبی بود و اخبار اذیتمون نکرد. بریم سراغ روز چهارشنبه. و روز چهارشنبه روزی بود که منو واقعا آزار داد و بذارید نشونتون بدم. اینجا قیمت اینجا به سمت بالا حرکت کرد. دقت کنید واکنشی که اینجا داشتش باعث شد که من وارد معامله بشم. اما نکته ای که روز چهارشنبه برای من داشت خیلی 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 نکته خوبی بود. اما چطور؟ به قول یکی از بچه‌هایی که اتفاقا تریدر خیلی خفن و سوددهی هم هستش، باید صبر کنید تا چارت باید حرف بزنه، باید استراتژیت التماست کنه تا بری و وارد اون معامله بشی. اما اینجا دقیقا مشکل من این بود که اینجا چارت با من صحبت نمی کرد و من به زور خودم رو وارد این معامله کردم و همونطور که میبینید استاپ شد. یه دونه ورود دیگه هم اینجا زدم که بازم همین اتفاق افتاد و من به زور وارد معامله شدم. اینجا دوباره یه دونه دیگه هم ورود زدم که دوباره استاپ شد، یعنی 2 تا من اینجا توی همین یه تیکه استاپ بردم. اینجا حساب وارد سر به سر شد. قیمت به سمت بالاتر که حرکت کرد، من دیگه میخواستم اون روز ترید نکنم واقعیتش، چون چارت اصلا به نظرم تحلیل پذیری نداشت. من اگه این پایین بای رو میگرفتم دیگه دست به ترید نمیزدم، ولی به خاطر اینکه بای رو نتونستم بگیرم یه حالت انتقام و عصبانیتی داشتم که باعث شد من این همه ترید کنم. اینجا کاملا چارت با هم صحبت میکرد، یعنی جوری بود که میتونستم این ترید رو بگیرم و این ترید رو گرفتم. 2 تا استاپ اینجا خوردم که کاملا درست بود و اصلا خلاف استراتژی نبود، حتی توی تایم معاملاتی مخصوص خودم هم بود و هیچ مشکلی بابت این قضیه من نداشتم. روز پنجشنبه من فقط یک ترید جای ضرر داشتم. اون لبه معاملاتی که توی قسمت اول گزارش هفتگی بهتون گفتم، من فقط اجازه دارم که 6 تا استاپ پشت سر هم بخورم. اگر توی یک هفته بالای 6 تا استاپ طبق استراتژی یا خلاف استراتژی بخورم، باید اون هفته دیگه ترید نکنم، یعنی دوران هفتگی من 6 تا استاپه. خب من یه دونه ترید داشتم و اجازه داشتم که یک بار وارد معامله بشم و قیمت اینجا به سمت بالا حرکت کرد. اینجا بعد از اوپن، ببینید اینجا بعد از اوپن به این محدوده برخورد کرد. من اینجا بعد از اینکه این شادو رو دیدم وارد معامله شدم. خیلی 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 ترید ریسکی بود و بعد از اون قیمت به سمت بالا حرکت کرد و استاپ من رو زد. این ترید که استاپ شد من دیگه این محدوده بالا رو ترید نکردم. اما بعد از اینکه قیمت به این محدوده رسید، این واکنشی که داشت باعث ریزش شدید قیمت شد. اما به نظر شما من کار اشتباهی کردم که ترید نکردم، با اینکه خیلی احتمال میدادم قیمت ریزش داشته باشه. حالا یا از این قسمت یا از این قسمت من احتمال ریزش رو میدادم. من به استراتژی و لبه معاملاتی خودم پایبند بودم، اصلا هیچ مشکلی نداره و من خیلی راحت میتونستم خلاف لبه معاملاتی اینجا یه ترید دیگه بزنم، ولی این کار رو نکردم. به نظر خودم کار درستی کردم، حتی اگر باعث بشه که من این سود رو از دست بدم. و اتفاقی که افتاد این بود که من این هفته واقعا طبق لبه معاملاتی عمل کردم و کاملا ازش راضیم.
ریزشی هم که قیمت داشت خیلی 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 زیاد بود. من اگر این مومنتوم رو میدیدم احتمالاً ترید رو نمیبستم و چون خبر هم داشتیم احتمالاً استاپ رو همراه باش تریل میکردم، یعنی استاپ رو میآوردم پایین ولی این ترید رو به هیچ وجه نمیبستم. و امروز هم که جمعه باشه میبینید که بازم ریزش داشت. خب این اتفاقی بود که این هفته افتاد. بذارید روی چارت هم بهتون نشون بدم. اینا استاپ هایی بود که داشتم پشت سر هم که روی چارت بهتون نشون دادم و اینجا هم میبینید که این ترید بود که استاپ شد و این ترید رو نگرفتم و همونطور که میبینید حساب 1% تقریبا کمتر از 1% ضرره و هیچ مشکلی هم نداره. بریم روی ژورنال و ژورنال رو بررسی کنیم. خب ژورنالی که این هفته من نوشتم میبینید که زیاد احساس خاصی نداشتم این هفته و به نظرم خیلی خوبه. فقط این دوتایی که ترس بود، اونم به خاطر اینکه حساب توی ضرر بود، ولی بعد از اون میبینید که هیچ اشکالی نداشته و هیچ اوکی بود همه چی. اینجا میبینید که حالت انتقامی گرفتم به خاطر این بوده که اینجا خودم فهمیدم که خلاف استراتژی ترید کردم و نباید ترید میکردم و اینجا این هفته کلا 2 تا ترید خلاف استراتژی داشتم و به نظرم خیلی پیشرفت خوبی بوده و نسبت به هفته گذشته من 6 دهم سود کردم، 6% سود کردم، ولی حساب همچنان ضرره، هیچ مشکلی نداره. این هفته بذارید اخبار رو بهتون نشون بدم ببینید که چقدر خبر داشتیم این هفته. این اخبار یه مقدار چارت رو به هم ریخت که الان من زوم اوت کنم کامل مشخصه که چه اتفاقی برای چارت افتاده و چارت خیلی داغونی داشتیم این هفته. در صورت بازم هفته رو مثبت بستم، خیلی کم ولی خب نسبت به هفته پیش من سود کردم و خدا رو شکر میتونستم حساب رو خیلی بیشتر ببرم داخل سود ولی نشد. حالا مشکلی نداره ولی انشالله که هفته آینده بهتر از این هفته باشه. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.